بچه‌م با بدامش افتاده است. میگوید با خونه کار جوی خارجه میروم. تعیین نداره جای کارش زودرکم. آخه یگانه هم باشد در سر پیری ها مرا کجا میپرداد میروم. ای بای من همه رضایت بینم. حال ارمان هایم که از تو نشکسته است. نبیره دور بینم با امیدی که بچه خانه دار کنم جانی و چم. به نام و نشان گم استی. من چیگر را فقط سر راه میبرایم. راهی کیا میپایم. چی محمد؟ من خود هستم تا هیچ کس ندارم. محمد سخنهای مادر درست است. برای کدام گناهش مادر را میخواهی مجازات کنیم؟ مادر رو خانم معلومات عالی داد. چی میخواهی او رو در نزد مردم شرمنده کنی؟ تشکر برای نیکویی کردنتون. من رفته کار میکنم، نیکویی هر یک شما رو برمیگردانم. اینقدر به من طعنه نزنه. این بیهودگوی شبیه. من یگان گفت بیهوده نگفتم. بس الکی گفتی محمد جان. سلام. تو از سعودیه در نزد ما کوا شدی. جانی تاو. از راحت برگرد. بین مادرت 30 سال بود جانی آموزگار. او بروی اعتبار خود رو در بین مردم دهها شهر دارد. همه از دهات و نزد مادر تو با مسئولیت گیری میان. تو باشی مورد مادرت یک کار خود رو مسئولیت کردن رو شهر میداری. خب چرا؟ حقا بیهوده خودتون رو عذاب ندیدید. من گفتم که من الکی خلاصه خودم رو برآورده ام. من میروم گفتم میروم. تمام و سلام به من هیچی نگید. تو خود میدانی که در همون شبکه‌های اینترنتی راهگم زده ها هم به جنایت کاری کشیده میشه. جنایت کار میشوند جانی و چپ. بس محمد جان به هیچ کجا نمیروی. در برای اون طرف میرفتگی ها. حالا که من دستنگر شدم کجا منم میپرده میروی. محمد جان بس در برای اون طرف میرفتگی ها من خوبتر میدونم. زیرا سمت فعالیت من در انمی سوغه است. چند خطر شد محمد جان هیچ کجا نرم بچه. حقا بس کن. باید چه دیگر شده است نمیشنست. با او چی شده بخود نمارم. رفتارهایش دیگر خودش دیگر مرا نمیکشد. با او چی شده بخود. بیای تو درد دیدم میشوی تو نه بیای تو بیا حلیمه دخترکم بیا بیا همه کسا گذردم بیا اسماعیل بچم بیا از بالا گذر همسرفش مون هست شما داریم انا بین دوستم اسماعیل جون همسرفه دوست داشتن حلیم بانو نیز آمدم. اسماعیل جان شما گفت زنید روزهای آخر درباره انمی کردارهای دوستتون با خبر هستید. با خارجه میروم با نزد کی هم آنها برای چی میروم اگه معلومات داره شما دوست نزدیک هست. نپرسید آقا من خبردار هستم.